سلام دوستان، امیدوارم که عالی باشید. بیایید تا یه نان رژیمی رو با هم درست کنیم. این نان خیلی سالمه، به جای وعده صبحانه میتونید جایگزین کنید. این نان سرشار از مواد مغذیه و احساس سیری واقعی رو بهتون میده. مواد لازم: 2 عدد تخم مرغ، 1 عدد موز، 2 قاشق جو و 2 سر با هم خوب مخلوط میکنیم و داخل ماهیتابه‌ای که کره مالیدیم ریخته و کمی کنجد روش میپاشیم و 5 دقیقه دربشو میذاریم و طرف دیگه شو اجازه بدین که 2 تا 3 دقیقه بپزه. و حالا یه نون خیلی سالم دارید که تو وعده صبحانه یا عصرانه میتونین استفاده کنین و نوش جان لذتشو ببرین.